بله الان سیخ کردن جوجه کباب چیکن سولاکی یونانی رو براتون آموزش میدیم که مریانتایی که آماده کردیم و در یخچال مونده الان آماده سیخ کردن جوجه ها رو به سیخ میکنیم. یکی جوجه و یکی فلفل دلمه‌ای. دوباره همینطور یکی جوجه و یکی فلفل دلمه‌ای. سعی کنید جوجه ها رو جوری بسیخ بکنید که قشنگ بسیخ بنشینه و روی آتش پایین نیفته. فلفل دلمه‌ای رو قشنگ به جوجه میچسبونیم که جوجه رو محکم بگیره. به جای فلفل دلمه‌ای سبز فلفل دلمه‌ای رنگی دیگه هم میشه استفاده کرد. فلفل دلمه‌ای قرمز برای تنوع و قشنگی سیخ کباب هم میشه بین جوجه ها از فلفل دلمه‌ای رنگی دیگه هم استفاده کرد. این چیکن رول چیکن سولاکی یونانی همونطور که اسمش معلومه یک غذای یونانی هسته که طعمش بیشتر تند و تیز هست. کسایی که دوست دارن غذای تند میل کنن بهشون پیشنهاد میشه که این جوجه کباب چیکن سولاکی یونانی رو حتما امتحان کنن. خیلی طعم جالبی داره و انشاءالله که در منزل تهیه کنید و استفاده کنید و لذت ببرید.